بر تمام بینندگان عزیز محترم ما در تمام جهان. برنامه امروز ما به علت یک سری مشکلات با تأخیر اجرا شد و امیدوارم که در برنامه‌های دیگه تکرار نشود. امروز همونطور که خدمتون عرض کردیم آقای ناصر پورپیرار، بنیانگذار نهاد نیو اندیشان در ایران خواهیم داشت و از تهران با ایشون مصاحبه‌ای در رابطه با تاریخ ایران خواهیم داشت. امیدوارم که آقایونی که سوالی دارن و نمیتونن چون خطوط تلفن ما بسته است میخواهن سوال خود رو بنویسن روی فیسبوک ما بنویسن. پس با عرض شب بخیر به همگی، ما برنامه امروز ما رو با آقای ناصر پورپیرار از تهران آغاز میکنم. من در ابتدا آقای ناصر پورپیرار رو براتون معرفی کنم. آقای ناصر پورپیرار یکی از نویسندگان و باستانشناسان و تاریخ نویسان جدید ایران که سعی کرده است تاریخ رو از نگاه مردم منطقه و با دید منطقی آن رو بررسی کنه بدون اینکه دست استعمارگران، اشغالگران و آنهایی که فرصت رو برای خود غنیمت که بتوانند اموال دیگران، مال دیگران و سرزمین دیگران را به چپاول بکشن شروع کرده است. و این داستان 10 سال پیشی است که ایشان در این رابطه 7000 صفحه کتاب 7000 صفحه‌ای رو نوشتن در این رابطه و 4-5 فیلمی رو تهیه کردن، مستند تهیه کردن که ما در برنامه ما 2 فیلم رو پخش کردیم، مجعولات مجلل و پایتخت هیچکس، که امروز ما ایشون رو دعوت کردیم و در این رابطه با ایشون مصاحبه خواهیم داشت. پس اگر سوالی دارید میتوانید برای ما روی فیسبوک ما سری در تاریخ ایران بنویسید و امیدواریم که یاری ما در این برنامه باشیم. پس با هم میریم و آقای ناصر پورپیرار استاد نیو اندیشان ایران رو با هم از سوالهای خود رو مطرح میکنیم و با ایشان در مساف تاریخ و تاریخ شناسی ایران و چرا این تاریخ به این مرحله رسیده است بررسی میکنیم. پس دوباره به همگی شب خوش میگم. آقای ناصر پورپیرار صدامو دارید؟ بله، حال شما خوبه؟ قربانتون، شبتون خوش. خیلی متشکر که دعوت ما رو پذیرفتین و اینکه تاریخ و هستی تاریخ و چرا حکومت ها سعی میکنند تاریخ رو بسازن که بر علیه دیگران و بتونن همدیگر رو زیر سلطه یا خارج از سلطه خود در بیارن. من ابتدا از مجعولات مجلل کارم شروع میکنم. در مجعولات مجلل شما گفتین که ما در تاریخ 2 دشمن داریم، یک داخلی و یکی خارجی است. چرا دشمنان داخلی داریم؟ آیا تاریخ از ملل دشمن همدیگر میسازد به نظر شما و این چرا؟ عرض خدمتتون که ضمن سلام و خدا خدمتتون عرض بکنم که ما میتونیم روش‌هایی رو ارائه بدیم بر اساس آن دیگران رو دعوت کنیم، نه فقط در بین النهرین ایران و در سراسر جهان اینها یه بازبینی بکنن از تاریخ و فرهنگ خودشون که از که کجا چجوری چه نژادی بلانه. برای این مسئله ما یه مقدمه داریم. این مقدمه عبارت از اینه که مدعی هستیم که آگاهی انسان از کره زمین و ملت‌های مختلف و جغرافیاهای مختلف و سنت‌های مختلف و زبان‌های مختلف، توانایی مختلف یه پیشینه 400-450 ساله داره. خلاصه قضیه اینجوریه که اگر آشوها و ناخداهای شجاع در جهان حدود 500 سال پیش پیدا نمی شدن که کشتیشون رو برونن در اقیانوس، به جای کشتیرانی محلی کشتیرانی اقیانوسی راه افتاد. از اون به بعد که انسان فهمید آفریقا کجاست، آمریکا کجاست، هند کجاست، چین کجاست، این اطلاعات 450 ساله است. چجوری گاهی اوقات به ما نقشه‌هایی از کره زمین میدن به خاطر اینکه میخوان یه گوشه‌ایشو به نام خودشون ثبت بکنن که در این نقشه‌ها وقتی میپرسیم میگه این 1200 سال، 2000 سال، 1500 سال پیش کشیده شده. بعد نقشه رو که نگاه میکنی میبینی هم آفریقا داره، هم هند داره، هم چین داره.
این کسی که این طراحی رو کرده و این نقشه کره زمین رو برداشته در زمانی که هنوز اکتشافات جغرافیایی صورت نگرفته از کجا میدونسته کی کجاست؟ باید این کشتی ها حرکت میکردن، جهان رو نقشه برداری میکردن. چون ما نقشه هایی داریم که مثلا فرض کنید که آمریکا فقط یه باریکه سمت شرقش معلومه، بقیهش هنوز اکتشاف نشده بوده. پس بنابراین ما میگیم که انسانی که تازه 450 سال پیش فهمیده کره زمین یعنی چی، این چجوری هرودوت پیدا کرده، چجوری این به اصطلاح مورخین یونانی ابراز وجود کردن. وانگهی ما میگیم که سراسر جهان وقتی رجوع میکنیم به خط نوشته هایی بر دیوارها، میبینیم که امپراتوران ما قبل ظهور مسیح همه برای نوشتن یه چکش و یه قلم و یه سنگ داشتن. ما جز کتیبه نویسی امکان دیگری برای نوشتن نداشتیم. وقت باز چجوری این آقایون مثلا جمهوریت افلاطون دارن؟ افلاطون یا هرودوت کتابشون رو چی نوشتن وقتی که امپراتور رو سنگ می نویسه؟ اگر قرار باشه که ما این حرف رو باور کنیم، ناگزیریم که از این چاله بیفتیم تو اون چاله، از اون چاله داریم بیفتیم تو این چاه. اول بنیان قضایا رو باید فهمید و همین دلیله که ما میگیم این مکتب بنیان اندیشیه. میگه اگر پس کتاب نویسی هم نیست. بتونه ثابت بکنه که خط دیده جدید باز یعنی 400-500 سال است، اون وقت میتونیم صحبت بکنیم با هم. ما نمیخوایم که از محتویات داده های کنونی درباره هر چیزی استفاده بکنیم. ما هر مطلبی رو اول میپرسیم که سوالات ما نسبت به این مطلب اینه. مثلا اگه یه خط بیارن به ما نشون بدن، میپرسیم که این خط باید به 5 تا سوال ما درست جواب بده تا ما بتونیم هویتش رو تایید کنیم. چه زمانی نوشته شده، با چه خط و زبانی نوشته شده، با چه ابزاری نوشته شده، روی چه ماتریالی نوشته شده. آنگاه میپرسیم که یه تیکش هست که ما ببینیم از اصلش. هیچ منبع مکتوب جهان قادر نیست به این 5 تا سوال جواب بده الا قرآن. من دیگه چیزی ندارم در این باره. خیلی ممنون استاد. ولی آیا من سوالم اینه که آیا این تاریخ است یا حکم به نام تاریخ است که دشمن از ملت ها می سازد به نظر شما؟ بله، ما که حالا در حال حاضر همدیگه رو تیکه پاره میکنیم به امید اینکه یه کسی، یه ملایی یا یه مولوی یا یه کسی، یه رهبر مذهبی گفته اگر برید توی این مسجد خوب خودت بمب ببندی بری وارد چی این ضایعات رو به بار بیاری، از همونجا مستقیم میری بهشت. به منم عین حرفو میزنن که برم تو مسجد. باید بریم منشأ این حقه‌بازی ها، این دروغ ها، این تفرقه افکنی ها، این تشکیلات گوناگون با نام های گوناگون ولی بدون وجود جستجو کنیم. ما هر چی به همون گفتن روشنفکری ایران تحویل گرفته در طول این 100 سال اخیر، ترجمه کرده، برده تو دبیرستان ها، برده تو دانشگاه ها مطالبی که از بیخ و بن برای اختلاف اندازی بین مسلمین اصلا آمادهش کردن. اونم بیشتر از همه به دست یهودی ها انجام شده. پس شما در تمام مسائل تاریخ تشکیک میکنید که تاریخ یک جزو مشککاتیه که شما در گروه بنیاداندیش دنبال حقیقت و واقعیت آن میگردین؟ بله هم. آخه ما میتونیم اثبات بکنیم مطالبی رو که داریم. وقتی میگیم تخت جمشید نیمه کار رها شده، یه دونه مستند هم همراهش داریم که اینو به شما نشون میده. اون کسی که در جستجوی حقیقته، اون آدم چون اصلا فیلم مستند اصلا بحث نداره، فیلم مستند اصلا چارچوب خاصی نداره جز اینکه بیننده 2 تا چشم سالم داشته باشه. مثلا اگر فیلم مستند نشون میده که یه حیوانی از یه سوراخی خزید بیرون، یعنی مار مثلا، و رفت یه موشی رو گرفت خورد، این یه فلسفه نمیخواد روش ببافی، همونی که میبینید حقیقته.
برای آقایون این حرفا رو مالیشون نمیشه آخه. بله؟ پس به نظر شما تاریخ ایران جزو یک پروژه بزرگی است که در منطقه اجرا شده و ادامه استعمارگری در منطقه است؟ هر شود که تاریخ ما و تاریخ منطقه یک مبدأ خونالود داره که باید اول همه تکلیفمون رو با اون روشن کنیم. یعنی یک هجومی به مراکز تمدن و تشکیلات انسان‌ها در شرق میانه انجام شده که خود یهودی‌ها اونو پوریم میشناسن. ما ابتدا سعی کردیم که ببینیم که این پوریم که خود یهودی‌ها از جمله تورات یهودی‌ها در کتاب نهم مال استر اعتراف میکنه که ما 80,000 نفر رو گردن زدیم در یه روز، ما میخوام بریم دنبالش ببینیم که این حرف چقدر حقیقت داره. امروز میتونیم با دلایل کامل روشن نسبت بکنیم که این ماجرا رخ داده و این قتل عام در سطحی بوده و چنان برنامه ریزی شده که وقتی تمام شد این ماجرا یک زن و مرد باقی نماندن که 2 مرتبه زندگی رو برن. این چند سال پیش اتفاق افتاده استاد؟ مطابق اسناد کنونی 2500 سال پیش، یعنی همزمان با دعوت هخامنشیان از طرف خاخام‌های یهود برای آزاد کردن اسیران یهود در بابل. از اون موقع پس از اینکه مردم منطقه مقاومت‌ها بسیار وسیعی در مقابل نیروی نظامی تازه استخدام شده یهود جبهه گرفتن، اونا تصمیم گرفتن که قتل عام رو به عنوان حل نجات خودشون انتخاب کردن و عملی کردن. ما البته نمیتونیم بگیم اونا شب نشستن دور بر هم چی گفتن یا در ذهنشون چی میگذشته. ما میخوام بگیم که این قتل عام صورت گرفته. 15 دلیل گردن کلفت به قدیمی داریم که شما هر کی بشنوه قبول میکنه که پس شما با چه خطی به زبانی نوشته شده؟ چون من میخوام همون سوالی که جناب عالی میفرمایید، با چه خطی که 2100 با 2500 آره همین پورین که اتفاق افتاد، با چه خطی، چه زمانی و آیا متریالی از آن وجود داره که ما بتوانیم ببینیم؟ حالا خدمتتون عرض میکنیم. ببینید، ما وقتی میگیم که فقط قرآنه که میتونه به سوالات جواب بده، این قرآن موجوده. یعنی ما 6000 تا لط قرآنی داریم از زمان قرن اول تا حالا. این لطهای قرآنی میتونه به تک تک این سوالای ما جواب بده. اما پورین جای مکتوبی نیست که ما بگیم با چه خطی نوشته شده. همونطور که جناب عالی در صحبت تاریخ رو 400 سال میکنید و از 400 سال به بعد ما نوشته ها داریم، آیا این 2500 سال که شما صحبت ایشون رو میکنید، آیا جوابش مثل اون نیست که اینکه ما نمیتونیم، متریالی وجود نداره و جوابی رو نداریم براش؟ ولی مظاهرشو داریم. یعنی چی مظاهرشو داریم؟ اینی که فکر میکنم تا حالا 11 تا سایت ما پیدا کردیم که در سر ایران، یعنی از آذربایجان تا سیستان، که اینها همه به وجه نمونه به یک شکل سقف‌ها آتش گرفته، پایین آمده، آوارها، نعش‌ها و دارایی‌ها رو پوشوندن و همه جا این تیپ مشترکه. یعنی هر کجایی که ما میریم این سایت‌های کهن رو باز میکنیم میبینیم که این شکل عمل با اون شکل عملی که در مثلا آذربایجان انجام شده یکیه. این مطلبی که ادعا میکنیم که از زمانی که این به اصطلاح پوریم انجام شده تا زمان ناصرالدین شاه در سرزمین ما تجمع انسانی و متمدن وجود نداشته، این دلایلش کاملا به اصطلاح قانع کننده است. مثلا فرض کنید که من یکیش از این 14-15 تا دلیل میگم که ما آخرین جایی رو که پیدا کردیم در کشور خودمون به تصادف، نه اینکه دولت این کاری کرده باشه یا میراث فرهنگی کرده باشه، مردم محل در جیروف همه زندگیشون رو کردن، زن بچه به بغل کلنگ دستش بود، زمین رو میکن برای پیدا کردن اشیای زیر خاکی. 2 سال تمام این کار بدون که کسی کوچکترین ایراد بهش بگیرن ادامه داشت. ما میپرسیم که این جیرفت که زیر خاک انقدر غنیه، این بر اثر چه حادثه‌ای به این روز افتاد؟
دو جور حادثه بیشتر نمیتونه یه چیزی، یه سرزمینی که توش زندگی اجتماعی در جریانه متوقف کنه. یکی جنگ، یکی هم حوادث طبیعی، مثلا 10 ریشتر زلزله های طبیعی. منطقه زلزله خیز کوههای پامیر و فلاتهای آناتولی. میگیم چه جنگ چه زلزله قادر نیست 100% مردم رو بکشه. مثلا در بم زلزله اومد 70% زنده بودن، 30% مردن. زلزله به هر حال یه درصد و پورسانت از انسان را نمیتونه آسیب برسونه. وقتی که به طور معمول، حالا همین منظره رو میشه دید، وقتی زلزله آرام میگیره مردم دو مرتبه دور هم جمع میشن، بقایای زنده مانده، هر کسی میره ثروتش از زیر خاک برمی‌داره، بچه‌شو نشیش چهار میکنه، یا بعد هم اینی که دو مرتبه هرچی به دست دارن روی هم میریزن، امکانات جدیدی فراهم میکنن و از یه گوشه اون شهر در اثر زلزله خراب شده رو شروع کنن به بازسازی. ممکنه 300 سال طول بکشه، ولی 300 سال بعد اون زندگی و اون تجمع دو مرتبه بازسازی شده. در سایت هایی که ما در ایران پیدا کردیم تا کنون حتی یک دیوار بازسازی شده زیر خاک. هیچ چیزی نداریم که بتونیم ثابت بکنیم این انسانی که زیر بار زلزله به این روز افتاده دو مرتبه مثلا شروع کرده بازسازی. وقتی بازسازی مطلقاً وجود نداره، این فقط یه حکم دربارش میشه جاری کرد: قتل عام. و فکر نمی کنید که مردم از ترس منطقه رو ترک و فرار کردند؟ حالا فرار کردن. اگر فرار هم کرد باشند که ما هیچ اثری از آنها رو نداریم، یا از این منطقه به منطقه دیگه مهاجرت کردن؟ کسی که چنین ادعایی میکنه باید بگه از این منطقه به اینجا، یعنی یه آدرس ما بده که ببینیم که آیا واقعا میشه که اینا از اینجا به اونجا رفته باشن. تنها یه دلیل نیست، عرض کردم 15 تا دلیله که هر کدومش به اندازه کافی این استحکام رو داره که به مخالفترین آدم ها در این نظریه تفهیم بکنه که قتل عام کامل در منطقه ما صورت گرفته. و پس از پوریم که در همون عهد خشایارشا و غیره میشه مشکوکن اشاره کرد، از اون پوریم تا قاجار شما در ایران نه حکومت دارید نه ساخت و ساز شهری دارید. خب اینا خیلی 7000 صفحه مطلب نوشته شده، اینا رو که نمیشه در دو جمله یا دو جلسه. خواهش می‌کنم شما تمام دارید که در این رابطه صحبت کنید استاد. من دوست دارم که بینندگان ما از شما مستفیض بشن و تمام آنچه که باعث بشه که آنچه که تا حالا به وقوع نپیوسته است و واقعیت‌ها رو کشف بکنیم که انسان‌ها در کنار هم با واقعیت و واقع بینانه زندگی کنن. این وقتی شما آگاهیتون، یعنی تمام فرهنگ جهانی که امروز رسمی شناخته میشه، همه اینا جعل یهوده بدون هیچ استثنایی. این حرف من در حدود 7 سال پیش هم من یک کتابی دیدم که الان به یاد نمیارم، دروغی که بزرگ شد. او میگه که تمام اشیایی که تو موزه های شخصی یا موزه های دولتی هست همش قلابی دستسازه و فروختن و بیشترش هم اشکال را متوجه یهودی ها میده. ما اسیریم، یعنی هرچی اونا گفتن ما باور کردیم. تخت جمشید رو میگن گوهر معماری جهانه، در حالی که مثلا چه میدونم زیر سازی نشده هنوز. چجوری ممکنه یه دیواره با 6 متر پهنا و 60 متر طول و 20 متر ارتفاع میشه رو زمین خاک بیت قرار داد؟ این دیوار که در ظرف سالهای اول تا تحت تو زمین فرو بره اگر شفت ریزی نشه و این حرفا. خب شما برید تخت جمشید، پاسارگاد، هر بنایی دیگه ببینید زمین جایش چون شفته دیگه اصلا بین نمیره. 100 میلیون سالم بگذره شفته اون نه آب میبرتش نه سیل میبرتش، سر جاش مونده، چون یه فرمول داره که این فرمول تحمل باید بکنه وزن دیواری که روش میاد. در تخت جمشید یا پاسارگاد آثاری از این زیرسازی برای کاخ دیده نمیشه. شاید بعداً بخوان بکنه، ولی تا اینجایی که ما خرابه‌هاشو دریافت میکنیم این
مقدمات درش نیست. چرا دعوت استاد به نظر شما چرا خارجی ها و دانشگاه شیکاگو برای ایران میخواهد تاریخ بسازد؟ جریان چیه؟ من میخوام اینو بفهمم که چرا تاریخ سازی میشه. مگر اعلامی هایی که در منطقه ما هستن، اعلامی ها که بیش از سلسله هخامنشیان متروکاتی رو گذاشتن، زاگورات، شهر شوش و شهرهای دیگه، کتابخانه های بزرگ و حتی خدایان و درختان، و تا به امروز در مناطق جنوبی ما کسایی هستن با معتقدات و داده های اعلامی رو میتوانیم پیدا کنیم. چرا دانشگاه شیکاگو و حکومت مرکزی سعی کرد یک تاریخ جدیدی رو برای خود بسازد؟ عرض شود که یهود هیچ علاقه ای نداره که ماجرای بورین وارد تاریخ بشری بشه. به همین دلیل همین حالا که لو رفتن، هم شما اگه بری به منابع به اصطلاح فرهنگی دایره المعارف رجوع بکنی، در مقابل پورین هیچ توضیحی نیست. هیچ مورخی در هیچ کجای دنیا قبل از پورپیرار اسم پورین رو در کتابش نیورده. چطور میشه هم چیزی؟ آیا این تصادفه؟ در حالی که در تورات یک کتاب کامل درباره ماجرای پورین وجود داره، چطور ممکنه که این همه مورخ اروپایی در تحلیل تاریخ منطقه خودشون یا جهان اسم پورین رو نیوردن؟ یعنی تو اعلام این کتاب ها پورین نیست. این یعنی چی؟ یعنی که این پورین رو شما فراموش کنید، نرید دنبالش ببینیم که چیه. حالا ما فهمیدیم یه قتل عام دلایل دیگری جز اعتراف تورات داریم. در دلایلی که میاریم خیلی قطعی است. یعنی شما اگه باش روبرو بشین میگین بله اینجا قتل عام صورت گرفته به نحوی که زن و مردی باقی نموندن که تولید مثل بکنن. اینا رو باید اندک اندک، چون خیلی سنگین مطالب. ما وقتی میگیم که شما خط نداری، کتاب از کجا آوردی، چه جوری کتاب نوشتی، یا قلم نداری که کتاب بنویسی، چون شما یه طبیعی از حروف عرب بخوایم بنویسین، یه ابزار فندسی مخصوص میخواد که شما بتونید کلفت و نازک و سرپیچ و دهانه و همشو درارید. چنین ابزاری، یعنی وجود قلم توانای نی، تاریخ 300 ساله داره، تازه 300 سال هم کمتره. پیش از اون هرچی نوشته شده با یک وسیله غیر استاندارد که نمیدونیم یکی که حصیر بوده یا یکی که چوب بوده یا خلال دندون بوده، هرچی بوده، با ابزار یکسان کلاسیک کسی چیزی ننوشته. کسی یعنی چه شرق چه غرب. یعنی شما میتونید در غرب در دست کشیش، رئیس جمهور، فرمانده نظامی، هر چیز دیگه ای ببینید که اینا دارن با پر می نویسن. این با پر نویسی در جهان غرب تازه به پایان رسیده. خب مگه با پر میشه کتاب نوشت؟ ببینید اینا به این دلیل میگم این حرفا بنیانیه، رفتی به کوروش و داریوش و اردشیر این حرفا نداره. ما میگیم این جهان از نظر فرهنگی آلوده است. یعنی یهود در این فرهنگ بشری هر کاری که دلش خواسته کرده، به وسیله یه سری مزدور مثلا حقوق بگیر خودش برده بین ملت‌های مختلف. به نظر شما یهودی‌ها در تمام دوران تاریخ قدرت رو در دست خود داشتند؟ قدرت مخفی رو. بله. قدرت مخفی رو؟ این همین الان چقدر است؟ تعدادشون چقدره که حالا چیزی که در عراق کی می‌جنگید؟ الان در منطقه برای چی آشوب بپاس؟ برای اینکه یهود میخوان امنیت خاطر داشته باشن، مسلمانان نمیذارن. اونها ما رو تازه این مسئله امروز در صورتی است که این آقایان همه ما رو به جان هم انداختن ولی خودشون ساختن. آقای ناصر پورپیرار، وقتی که من به عنوان یک ایرانی ایمیلی از هموطنم میگیرم که مرا تهدید به قتل و بی انصافی و بی وجدانی و نفهم بگیرم، آیا به نظر شما من به بچه خود این رو نخواهم گفت که این هموطن من دشمن من است؟
و این کسانی از این برنامه مسئولن؟ آیا در دانشگاه های ما، در کتابخانه های ما، در مدارس ابتدایی ما چیزی به جز کورش و هخامنشی چیز دیگه ای وجود داشت؟ علاوه بر توی منطقه‌ای که من زندگی میکنم تاریخ ایلامی ها فکر میکنم بیشتر و سرشارتر است تا دوران یک دوران هخامنشی است. پس چرا متفکرین و متمدنین و صاحب قلمان ایران سعی کردن تمدن و تاریخ دیگران رو از بین ببرن؟ این که کار یهودیان نیست، کار خودشونن دیگه. کار کیا یعنی؟ کار خود آقایانی مثل عبدالحسین زرینکوب و امثال اینها هستن که این کتاب ها رو نوشتن. بگیر یهودن، اینا که خودشون مطلب نمی‌نویسن. تقریبا بدون استثناء کسانی که به کارها، به مسائل مربوط به این سرزمین از نظر فرهنگ و از نظر تاریخ اعتنا نکردن، هر چیزی رو که بهشون دادن همونو بازگو کردن. خب این معلومه که برای چی این کارو میکنه؟ برای اینکه تحت ضابطه یک مجموعه داره عمل میکنه. بنابراین ما حرفمون اینه که آنچه که درباره جهان گفته میشه، از آنجایی که این آشنایی با جهان یه امر 400 ساله است، اینا ساختگیه و میتونیم هم اثبات بکنیم. میگیم وقتی که هنوز هند کشف نشده، چجوری اینا میگن در هند ادویه هست؟ این که در هند ادویه ممتاز هست و ظاهرا مثلا ارتش دریایی انگلستان راه افتاده که بره فلفل بخره از هند، نه برای قارت. این حرفا یعنی چی اصلا؟ بعد از سمت غرب رفتن رسیدن به آمریکا، یعنی این هنده هنوز هم صداشو میکنن ایندیان. ما مثلا نمیدونم که اصلا قصه ای عظیمتر از ماجرای چنگیز خان و مغولا میتونه ساخته بشه که یه قومی که الان 2 میلیونن و در 600-700 سال پیش فقط میتونستن 50 نفر باشن، چین را تصرف کردن، هند رو تصرف کردن، روسیه رو تصرف کردن، ایران رو بین النهرین. آخه ما کودکیم. چرا این روشن فکری وقتی که این سوغاتی ها براشون اومده؟ من مطالبی دارم که از حد باور هر کسی اونورتره که چقدر این ماجراها به شکلی کثیف اداره شده. کاری نداره که ما فقط داریم دعوت میکنیم که یه بار با رجوع به بنیانهای مطالب شما به فرهنگ خودت و به تاریخ خودت و به ادبیات و هر چیز دیگری رسیدگی بود. این دیگه جنجال و تهدید و این عباده اگر شما رو میخوان سرتون ببرن، من که 100 دفعه بریدن و وقت ما اومدیم نوشتیم. خواهش میکنم. پس به نظر شما چرا غربی ها دنبال ربط دادن خود به تمدن شرق هستن؟ علتش چیه؟ آیا احساس میکنن شیادیه؟ چرا میخوان؟ اینا برای خام کردن من و شماست. همه اینا برای پوشاندن مسئله پوریمه. یه فیلم، یه مستند دیگه استاد بزرگ ما آقای غفوری ساخته به نام طوفان نوح. برید اونو ببینید و استدلال هایی که توش هست رو ببینید. به این نتیجه میرسیم که ترکیه که محل وقوع طوفان نوح بوده تا همین 500 سال پیش زیر لجن بوده. دلایلش آوردیم همه رو. وقتی که هنوز هیچ شهر کهنی یا دوران جدید در ترکیه وجود نداره و شهرهای نشینش در حاشیه آبنه در مرکز ترکیه، اون وقتش چجوری اینا مدعیان که مولوی رو در قونیه این اصلا وجود نداره؟ لجنزار چجوری؟ تمدن‌های ابتدایی همیشه سعی شده که کنار رودخانه ها و جاهایی که آب باشه پیش بیاد. مناطقی که آب ندارن معمولا خالی از سکنه هستن و شما می توانید در مناطق وسط ایران همین مسئله رو هم داشته باشیم که توی مولانا که اونجا چهار نیست. ولی خب حالا که این مولانای قلابی که اصلا هزار جور مشکل در تألیفاتی که غلط به همچین نامی نسبت میدن، این که نمیتونه رفته باشه قونیه نشش چاپ شده باشه، چون در قونیه شما در ترکیه چند تا مسئله کاملا روشنگر دارید. ترکیه 15-16 تا
دریاچه داره در میانه کوه ها. بله. دریاچه آب شوره، در میان کوه ها که دریاچه آب شور به وجود نمیاد، چون آبی که در دره ها یا هر کجای جمع میشه آب باران و چشمه های زیرزمینیه. این دریاچه های بزرگ همش مثلا وان شوره، هر کدوم از این دریاچه های داخل ترکیه هم که میری شوره. این نشون میده این بقایای آب طوفانه که به تدریج تبخیر شده و غلیظ شده. این دریاچه ارومیه ما که اون هم از دبی خروجی شرقی آبهای اضافی طوفان به دست اومده. اینا چیزایی نیست که ما بتونیم همونجوری بگیم و بریم. باید یه آیتم مشخص رو تعیین بکنید. 1000 تا یادداشت نوشته شده، بگید یادداشت شماره 3 برای ما قانع کننده نیست. اگر شما این 1000 تا یادداشت یکیشو بپذیرید، اون 999 هم به طور اتوماتیک پذیرفتید. اگر قادر بشید که یکی از این یادداشت‌ها رو متنش رو رد کنید، بقیه هم همراهش رد میشن. ولی کسی اصلا همشون چشماشون 4 تا شده که این آقا چی میگه، میرسیم چی میگه نداره. که شما در این 11 سال فرصت داشتین که یک پاراگراف جواب بنویسید، ولی اون چیزی که کردن فحاشی. آقا ما مگه لجبازی داریم با همدیگه یا با فرهنگ یا با انسانیت؟ یه تز جدیده، این دیگه این همه جفتک انداختن نداره، ببخشید ولی واقعا جفتک میندازن. و این هم یک تز جدیدی که باید انسان ها بهش رأی اعتماد بدن و آن رو مطالعه کنن، همونطور که تزهای مختلفی در این زمین است. آیا استاد، من میخواستم این 10 دلیلی که توی تورات هست اگر لطف بفرمایید دو تا در رابطه با آنها صحبت کنید. این ببینید تورات یک کتاب آسمانیه و از جانب خداوند فرستاده شده در زمان مثلا پیامبری موسی. این کتاب آسمانی مسلماً بر اساس وحدانیت، یعنی شناخت وحدانیت خداوند پایه گذاشته شده. در زمانی هم که پیغمبر مبعوث میشه برای نشر دین اسلام، بر اساس مثلا سند قرآن ما میبینیم که پیغمبر در آغاز برخورد با یهودیا و مسیحیا در منطقه بر اساس آیه قرآن خیلی با ادب و با احترام و با سلام علیک با اینا نزدیک میشه و میگه که شما هم مثل ما یکتاپرستین و ما تورات و انجیل شما رو تأیید میکنیم. خب معلومه که پس این 2 تا دین بوده دیگه. اگر که شما، یعنی تا زمان پیغمبر اینا دینای وحدت بوده. امروز ما توراتی که داریم در بخش نخستین، یعنی سفر اول، سفر پیدایش، نوشته که اینا من اضافه بکنم قبل از این آیتم، خداوند در قرآن اونهایی که برای شریک قائل میشه خودش میگه لم یلد و لم یولد، یعنی فرزند کسی هستم نمیتونم فرزند بیارم. بر این اساس بدترین دشمنان دین اسلام را خداوند با آیه هایی که برای پیغمبر فرستاده مشرکین قلمداد کرده، یعنی کسایی که برای خدا شریک قائل میشن. این به وجهی در قرآن مردود شده که بر مثلا یهود و نصارا در قرآن انحصارا و برای نخستین بار نجس خطاب میشن، یعنی خداوند یهود را نجس میدونه، نصارا را نجس میدونه، هر دو هم به خاطر اینکه برای خدا شریک قائلن. یعنی نصارا میگن مسیح خداست و یهودی ها میگن عزیر خداست یا فرزند خدا. الان این توراتایی که منتشر کردن که توراتای سیاسی است و برای سند تراشی در این باب که بین النهرین مال یهودی هاست، چون در اونجا یه حضرت ابراهیم هست که یهودی ها ساختن که این کارش اینه که راه بیفته تو مناطق مختلف و صاحبان ثروت و قدرت و مکنت، مثلا گله گوسفند بز، در حالی که مثلا زنش میرفت برای اونجا کار میکرده اینا رو همراهش میاره. بعد در طول حیات این آدم جا به جا شما میبینید که پیش خدا گله میکنه که من چیزی ندارم، پیرم، فلانم، این حرفا.
خدا بهش میگه که خب از این رودخانه تا اون مثلا چاه آب مال تو. باز یه چند روز دیگه باز شکایت میکنه، خدا میگه از این رودخانه تا اون رودخانه مال تو. اینا سندسازیه که یهود امروز انجام داده که همجوری که ادعا کرده، گفته اصلا بین النهرین سرزمینی است که خداوند به ابراهیم بخشیده. شما همتون قاسمین اومدین در اینجا زندگی میکنید. الان توراتی که در اختیار ما هست در فصل پیدایش نوشته که سرانجام آدم تصمیم گرفت که به زندگی خودش یه نظم و ترتیبی بده، زن گرفت و بچه دار شد و در میان این فرزندانی که این پیغمبر خدا حضرت آدم آورده دختران بسیار زیبارو پیدا شدن و به طوری که فرزندان خدا از آسمان به زمین می اومدن با این دخترها آمیزش میکردن و برمیگشتن آسمان. آیا ممکنه یه همچین چیزی رو در تورات واقعی که خداوند برای موسی فرستاده پیدا کرد؟ آیا خود این گفتار نشون نمیده که این کتاب قلابیه؟ بنابراین ما الان اسناد و مدارکی که داریم هر کدومشو باید با ادله و اسناد بیرون بکشیم و بهش هویت بدیم. آنچه که مثلا ما میگیم که این چیزی رو که شما میگید دیوار چین برای مقابله با مغول‌ها چیدن، این اصلا جاده است. توضیح میدیم از نظر فنی، از نظر شکل. خب اینا دروغ‌ها کی ساخته؟ کی اینا رو به خورد ما داده؟ وقتی تخت جمشید ساخته نشده، این همه داستان درباره تخت جمشید رو کی ساخته؟ خب کی ساختش الان معلومه که چون همه اینا یهودی هستن. این چی ساختش و حکومت مرکزی و اونهایی که در رأس کار بودن از اون مبرا بودن. آیا زمینه آماده ای نداشتن که این اگر هم یهودی ها رو درست کرده باشن زمینه ای نبوده که اینها رو بپذیرن؟ من متوجه نشم سوالتون چیه. شما زمین سازی در ایران نشده که بتونن اونهایی که دانشگاه شیکاگو یک تاریخ جعلی برای ایران بسازد؟ بازم نمی‌فهمم. این که زمینه تاریخ سازی بین اندیشمندان ایران به وجود اومده که اینها را قبول بکنن و به دیگران بقبولانند. بله این درسته. یعنی این که نمونهشو الان ما در چشممون داریم، یعنی این که مراکز فرهنگی این مملکت، دانشگاهی یا حوزه‌ای یا این مجالس گفتگو در این بارها سعی میکنن از زیر پاسخ گفتن به این مدخل‌هایی که خیلی کلانه و اصلا دیگه حسابش هم دست خود من داره در میره، سعی نکردن که یک پاراگراف پاسخ برایش پیدا کنن، چون وجود نداره. و به جای اون مثلا فرض کنید ما به آقای فلان 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 که میدونیم اینا برنامه تلویزیونی دارن یا محیط دانشگاهی تدریس میکنن یا رفت آمد میکنن، تمام این سیدی های مربوط به تخبای هیچکس و طوفان نورشون رسوندیم. ولی وقتی که ازشون سوال میشه، که من که نمیکنم، وقتی ازشون سوال میشه میگه آقا این چیزا توجه نکنید، دگربندیه. چرا روشنفکر ایران به این روز افتاده؟ چون کار نکرده. هر چیز رو که براش به جای خودش کار کردن تحویلش دادن همونو پذیرفته و همونو وارد سیستم‌های آموزشی کرده و بنابراین من پیشنهادم اینه که چون الان خیلی آشفته است این حرفا، از شرق میریم غرب میریم شرق حرفا، شما باید 1000 تا یادداشته، این یادداشت‌ها رو یکی دو تاشو بیرون بکشید و بگید این یادداشت ضعیفه و نمیتونه نظر ما رو جلب نمیکنه، راجع بهش صحبت کنه. آن چیزی که مسلمه از نظر بنده، انسان 450 ساله که داره میکوشه که یک فرهنگ عمومی رو بفهمه و یک فرهنگ خصوصی و منطقه‌ای رو جا بندازه. من در آخرین یادداشتم که درباره تاریخ معاصره اثبات کردن که ناصرالدین شاه شخصیت لولیوش مستخدم شاه نیست اصلا. خب استاد ما که حالا در دوران هخامنشی هستیم، من حقیقت الامر دوست داشتم که بیشتر شما در رابطه چرا موضوع رو مجعولات مجلل، چرا هم مجعولاتن،
چیزهایی که جعل شده معمولا قیمت ندارن، چرا هم مجعولاتن و هم مجلل شدن؟ این تجلیل رو از کجا گرفتن و چگونه حالت تجلیل رو گرفتن؟ حتی اگه افسانه‌ای باشن، داستان‌های افسانه‌ای، معمولا آدم‌ها میدونن که این افسانه است، بیشتر از این افسانه نیست، ولی چرا توی ایران این مجلل شدند؟ خب برای اینکه مجلل تعریف کردن برامون، کوروش کاخ فلان داشته، نمیدونم این حرفا. این مجلل حالا جعله، یعنی همچین چیزی وجود نداشته. ببینید شما تو همین مجلات مجلل حتما اون کتیبه هایی که روی به اصطلاح مکعب زردشت دیدین یادتونه یا ندیدین؟ بله. حتی من مسئله خط رو برام خیلی مهم بود که این چه خطی بوده است؟ آیا خط فارسی است؟ خط هیروگلیف است؟ سومریه؟ کارایی که نشده چی؟ شما ببین مطمئناً ما دلایل کافی توی اون چیز داریم که وقتی که شما میبینید یک کلمه رو دو قسمت کردن، یک کلمه واحد و بخشش دست چپ یه سوراخی کرم‌خوردگی سنگه، بعد از اون سوراخ کرم‌خوردگی پریده، بقیه کلمه رو اون سروش نوشته. این به نظر شما این امپراتوری که اینقدر عظمت داره یک سنگ سالمی رو نمیتونست پیدا بکنه؟ منطقه صخره‌های سالمه، اونجا پر از نقش‌های دیواری سنگیه، چند تا به اصطلاح آرامگاه و مقبره هست، همش هم سنگیه. به همین دلیلی که ما میگیم که این آدم اولا چرا اومده اونجا کتیبه کنده، تو از نظر متراژ اگر کسی بخواد این کتیبه رو بخونه باید رو زمین یا یه پهلو دراز بکشه، دستش رو زیر سرش و کتیبه بخونه. ما رو اصلا آدم حساب نکردن. وقتی که یه نفر رو فرستادن از یه دانشگاه پرآوازه جهان برای ما کتیبه قلابی در 60 سال پیش بکنه، شما بدونید دیگه چه به سر ما آوردن. این اسناد مو به قول قدیمی ها لای درزش نمیره. من خیلی دلم میخواد و مشتاقم که کسانی پیداشن و این مطالب رو رد کنن، یا بعد جایی برسه که من بگم بله شما درست میگید. چرا اینا میترسن اگر تو دانشگاه های ایران که در کرسی تاریخ و باستانشناسی و مرمت و این هنر و این حرفا فعالن، اگر یه دانشجویی بلند شه و بگه که آقای فلان این فلان کس در این باره اینو میگه حرفای پوربیرا رو اگه میخوای بزنی برو از کلاس بیرون. آیا اینجا چه جوری میشه کار کرد؟ ما به لطف خداوند تا اینجا بردیمش، هر پاسخی هم که لازم بوده دادیم، هر هزینه هم که لازم بوده کردیم، که حالا من نمیخوام جزئیاتش رو بگم. بنابراین اینو منظمتر و آکادمیکترش بکنین که اگر قرار بنده 3 ماه سخنرانی بکنیم، آخر سر مثل این سخنرانی ها و موعظه های تلویزیون نشه که 1 ساعت حرف میزنه برای اینکه من نفهمم چی میخواد بگه. خواهش میکنم. ما سعی میکنیم که کلیات رو صحبت کنیم برای 2-3 روز، بعد بخش رو حالت تخصصیش بدیم. امروز دانشگاه آکسفورد اعلام میکنه که محققین خود بعد از 10 سال کار یک سنگ دوران ایلامی رو رسیدن که زبانش رو حل کنه با 10,000 کلمه است. حالا من نمیدونم این از کجا رفته، این سنگ جاش کجاست، و خب امروز این اعلام میشه و امیدوارم که ایلامی ها هم سامی هستن، همونطور که در تورات ذکر شده، هند اروپایی در نیان. من فکر میکنم که تا اینجا با شما امروز خیلی خوشحال هستیم که آنچه که از شما شنیدیم، امیدواریم هفته بعد باز ما کلاسیک‌تر کنید مسئله رو، یعنی بحثمون میشه اول از شماره 1 تا 10 بحث بر سر این که ایران کارمسرا. ما سعی میکنیم که بحث های ما بحث این که اول یک کلیاتی باشه، بعد از اینکه این کلیات رو داشته باشیم بعد بحث تخصصی میشه که امیدوارم یه جوری به من ثابت بکنین که سرزمینی که توش کارمسرا نیست مثلا جاده ابریشم داره. آره اینا، یا اینکه از بی بارون می اومد که از بی آبی در صحرا میمردن، یا اینکه چاهایی بود که طبیعت اونها را تغییر داده. استاد ناصر پورپیرار خیلی متشکرم از این که امروز با ما بودین و همراه ما بودین. از دوستان و بینندگان ما خیلی تشکر میکنیم. ما روز یکشنبه باز برنامه رو خواهیم داشت. شما یه سوال بکنم. خواهش میکنم. این
مستندایی که پخش کردیم بازخوردش چی بوده؟ بازخورد مستندات یه عده ما را تشویق کردن و یه عده به ما هم حمله کردن و امیدواریم که این حمله کننده ها هم یواش یواش به واقعیت ها پی بیارن و انسان و تاریخ مسئله است که از آن یاد بگیریم، نه بر دیگران حکومت کنیم. من به نظر خودم این است که از تاریخ باید یاد بگیریم. ما همینو میگیم که اگر ناصرالدین شاه در 100 خورده سال پیش قلابیه، پس این تاریخ چرا اصلا هرچی دست میذاری روش قلابیه؟ کی این کارو میکنه؟ تو مهندسی این اساسی قلابی و این فرهنگ قلابی که به ما تحویل دادن، این از کجا میاد؟ استاد ما برنامه اینجا تمام میشه. خیلی متشکریم از دوستانی که همراه شما بودند و همکاری کردند که شما رو داشته باشیم به صورت بخش زنده فی اسکایپی رو متشکریم. به امیدواریم با ما همکاری بکنن و بتوانیم حالت بحث‌های تخصصی رو بیشتر داشته باشیم و از شنوندگان ما و بینندگان ما و مخالفین آرای استاد ناصر پورپیرا در این زمینه میتونن با ما شرکت بکنن. ایمیل هست، به ما ایمیل بزنن، فیسبوک ما هست، برای ما بنویسن، به شرط این که فقط بحث اندیشه است. حرف بیش از اندیشه ما توی برنامه ما راه نمیدیم. ما میخوایم به واقعیت ها پی ببریم. پی بردن به واقعیت ها از طریق صحبت های از منطق و راه منطقی است و نه از راه جدل و مجادله است. ما اینجا نیامدیم مجادله کنیم، بلکه میخواهیم واقعیت ها را برای نسل های بعد روشن کنیم که بچه های ما در هر جای جهان باشن به آرامی و کنار هم به عنوان یک انسان زندگی کنن، چون آشنا باشن. شب شما خوش همگی و از آقای پورپیرار هم خداحافظی بکنیم. شبتون خوش آقای ناصر پورپیرار. خداحافظ شما. به دوست و دشمن سلام برسونید. دوستان عزیز، این هم شد برنامه آخر ما. شب همگیتون خوش. خیلی متشکر از اینکه ما را یاری کردین و با ما همراه بودین. ما سعی کردیم از کلیات با استاد ناصر پورپیرا صحبت کنیم و امیدواریم از هفته بعد برمیگردیم به سوالات تخصصی از کتیبه ها، نوع خط کتیبه هاست، سنگ کتیبه هاست، آیا میتوان اینها را در آزمایشگاه ها تست کرد و عمر آنها را شناخت، آیا میتوانیم به اسناد و مدارک بیشتری پی ببریم. آنچه که ناصر پورپیرا میفرمایند این یک نظریه است و امیدواریم نظریات دیگری پیدا بشن که واقعیت ها را واضحتر و متجلی‌تر بکنن و امیدواریم ما توی این برنامه نه این سمت و نه آن سمت، ما هر دو سمت رو در نظر میگیریم و دنبال حقیقت و حقیقت جو هستیم. شب همگیتون خوش. از من و دوستان همکار من در اینجا خداحافظی میکنیم و شبتون خوش.